والله باقی نام فرید بلوچ हैं सैनिस्तान सरावन। उम्मीद करना कि अल्लाह पाक तमाम वाजाना صحت و سلامت بکن. سرود واژه از کانادا تست بود توسط پهلوان عبدالغفور زنگشایی. پهلوان سرودی که توسط شمی شاگرد سیمتار بوده و آببندی بوده، این سرود از نظر شما چونکایی که به عنوان استاد و شاگرد؟ و من اشی از ته دل گوشگم که همین کاری که استاد فرید شمی واسطه انجام داده سرود سره، انشالله من مرچی چارته، انشالله من چه دست کم می نیست، انشالله گیش بگیر کم مگیر. و هنچو منی دوست پریجان ای سرود واقعا دل واقعا انشالله سیمتار بوده پوست حروف و آواز انشالله من چه ای سرود دیگه لنگانی و ای سرود مات هم نی گونی سبکی گونی زیبایی من پدا استاد خدمت دوستانه که گوشن که ساز آببندی مثلا چی हो مثلا یا توضیح بده آیا ساز بدون آببندی بو یا نبو مثلا؟ بله تو واجه سرودی که هنو ای سرود هنو تازه سیمتار کتا واجه امکانی هستی دیگه ما 1000 مطابق دیگه هنگا باشتر بی چون ای حروف نندان بی آب پوست حرفا زوری سیم نندان سرود چکا هنگا صدها برابر دیگه باشتر بی هنو منی کم که شاید جنگام ولی هنگا زیباتری بی باشتری بی هرچی که سیمتار دیرتر شوان بگوزی شی چکا هن انشالله شیطوار هنگا پس آببندی و سیمتار سروز دیگه کاریو سرود واشکنک دیگه کاریو آو سر؟ بله 100% سرود ارکنک دیگه خبری بله اشی ساز و سوز کنک دیگه خبری دیگه خبری نشر آواز کشد بله شو جداگانه دیگه یا گستادی نوٹی تو دیگه فنه بله پس هیچ گونه نقصی نیست سروز دیگه از نظر سیم تار آببندی هیچ نقصی نبود الله و تی شاگرد کار برابری ممکن برابرو سلامت باشه استاد. عمرك شو تبكي سرود هنگا ندیدته والله اولین باری ماشاءالله این سرود من ندارم کجا یافته و الله عالم این زمینی سرودی نه من یال آسمانی سرودی والله